روز قیامت، روز بازخواست، روزی که اعمال ما مورد بازخواست قرار میگیره، نگرانم که شیخی که مدعیه که نون حلال میخوره نسبت به ما که آب حرام میخوریم، یعنی شراب میخوریم، برتری نداشته باشه. قیامت ممکن است من با همین شرابی که میخورم برم بهشت و شیخ با این نان حلالی که میخوره بره جهنم. کی میتونه پیش بینی کنه؟ چون معلوم نیست که نیت ما چیست. این زاری کردن ها و این اشک ریختن ها و این ادا اطوارها هیچ کدوم اصیل نیستن. نماز شب خواندن ها و اشک ریختن ها، دیدید بعضیا چجوری گریبان چاک میکنن برای موضوعات مذهبی، ولی میتونه که اصلا عالمش اون اعتقاد کامل رو نداره، بازارشه. ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شه ز آب حرام.